توی ویدیو قبلی توضیح دادیم که چرا باید از هارد بنفش استفاده کنیم. حالا تو این ویدیو قراره بهتون بگم که اگر بخوایم هارد غیر استاندارد برای سیستم های نظارتی استفاده کنیم چه اتفاقی ممکنه رخ بده. اتفاق اولی که امکان داره رخ بده از دست رفتن فیلم هاتونه یا ضبط ناقصشونه. مثلا هارد سبز برای نوشتن پیوسته اطلاعات طراحی نشده. وقتی چند تا دوربین به طور همزمان قراره اطلاعات رو ارسال کنن به دستگاه و ذخیره بشن، اون داده ها احتمال داره به صورت همزمان ذخیره نشه و تصاویرتون ناقص بشه، فریم ها از دست بره، پرش تصویر داشته باشید و این داستانا. نکته بعدی که احتمال داره براتون پیش بیاد کند شدن سیستمتونه که DVR یا NVR تون امکان داره هنگ کنن یا مشکل براشون پیش بیاد. نکته بعدی داغ شدن بیش از حد هارده، یعنی شما میبینید که دستگاهتون داره هنگ میکنه، در خاموش روشن میکنه، مشکلتون برای لحظاتی درست میشه، بعد با مشکل برمیخورید. این به خاطر اینکه این نوع هاردا برای این کار طراحی نشده. احتمال داره هم هارد و هم دستگاهتون آسیب ببینه، خراب بشه، از بین بره. احتمال داره اون تصاویر و اطلاعاتی هم که ذخیره داریدم از بین بره و اینکه خودتون اگه نصاب هستید یا پروژه کار هستید از همه مهمتر اعتبار شما توی بازار از بین میره. پس بهتره که نکاتی که برای استانداردسازی یه سیستم امنیتی خوب هست که یکی از مهمترینشون نصب هارد مناسب هست و حتما رعایت کنید. هاردهای متفرقه مثلا هارد سبز شاید تو نگاه اول هزینه پایینتری داشته باشه، ارزونتر باشه، ولی هزینه پنهان خیلی زیادی داره. مثل از دست رفتن اطلاعات حیاتیتون. فکر کن شما یه اتفاقی افتاده، قرار دوربینا رو چک کنی، میبینی که تصاویر و اطلاعاتت نیست. سیستمت احتمال داره خراب بشه، DVR NVR مشکل بر بخوره، دردسرهای تعمیر و تعویضش داری و نارضایتی مشتریتون رو دارید. پس به این نکات حتما توجه کنید.